ببینید این یه نقشه راه هست از کمالگرایی به سمت عملگرایی. چون بریم اسلاید بعدی. دوستان آنلاین لطفاً این PDF که براتون فرستادم رو باز بکنید و دوستان حضوری هم این برگه که بهتون دادم. ببینید این یه نقشه راه هست از کمالگرایی به سمت عملگرایی. چون یک مشکل بزرگی که خیلی از افراد کمالگرا دارن اینه که یا شروع نمی‌کنن یا تموم نمی‌کنن، یعنی توی شروع و اتمام و ادامه دادن به مشکل برمیخورن. 5 تا مرحله اینجا براتون گذاشته شده به صورت خلاصه. مرحله اول برای اینکه ما بتونیم از کمالگرایی به سمت عملگرایی حرکت بکنیم شناسایی کمالگرایی هست. یعنی من اول بتونم این کمالگرایی خودم رو بشناسم و در موردش بدونم. اولین قدم این بود که اصلا بفهمم که من کمالگرا هستم یا نه به صورت کلی. خب این کارگاه میتونه تا حدی به شما کمک بکنه که اگر که این علائمی که توضیح داده شد رو داشتید، اکثریتش رو داشتید، میتونه یکی از نشونه هاش باشه. مورد بعدی این هستش که من کمالگرایی توی چه بخشایی از زندگیم بیشتر دارم. مثلا توی بخش تحصیلمه، توی بخش کارمه، با افراد دیگه بیشتر کمالگرایی میکنم، توی چه حوزه‌ای. معمولا توی یکی دو حوزه‌ای که فرد خیلی براش اهمیت بیشتری تو زندگیش داره، بیشتر از بقیه حوزه‌ها داره کمالگرایی میکنه. اگر این رو بشناسیم باز میتونه خیلی بهمون کمک بکنه، چون اولین راه درمان یک بیماری شناختن اون بیماری. تا وقتی ندونم که من دقیقاً توی کجا دارم کمالگرایی میکنم نمیتونم به طور کلی بگم من دیگه دارم کمالگراییمو میذارم کنار. خب خودشناسی نقطه آغاز تغییر. مرحله دوم پذیرش کمالگرایی هست. پذیرش همونطور که توضیح دادیم به این شکل هستش که بپذیریم که من کمالگرا هستم. ببینید افراد کمالگرا اصلا نمیتونن این نقص رو بپذیرن دیگه. الان همین که بپذیریم که من کمالگرایی دارم این خودش میتونه به شکل این نقص تو ذهنم بیاد بالا، با اینکه اشکالی نداره. اما ذهن یک فرد کمالگرا به این سمت و سو میره که چرا من اصلا کمالگرا هستم و دوباره میاد سرزنش میکنه خودشو که اصلا برای چی من باید کمالگرا باشم که حالا بخوام مثلا زحمت بکشم و خودمو تغییر بدم. مرحله دوم اینه که این کمالگرا بودن خودمون رو بپذیریم. مرحله سوم تغییر تمرکزمون از تغییر تمرکز به عمل. یعنی به جای اینکه خیلی بیش از حد تمرکز بکنم که چرا من عالی نیستم، چرا من باید خودم رو به بهترین شکلی که ممکن هست در بیارم، من هنوز اونقدری که توی ذهنم خوب نشدم، به جای اینکه به این شکل ما در واقع تمرکز بکنیم بیایم عمل بکنیم، اقدام بکنیم، هرچند کوچیک، هرچند سخت، هرچند اصلا پیش پا افتاده. شاید یک فردی که از بیرون به این اقدام ما نگاه بکنه پیش خودش فکر کنه که اصلا ما کار خاصی نکردیم، مثلا اگر اون یه کمالگرا باشه. اما با خودمون میدونیم که کاری که کردیم یک قدمی بوده در جهت رسیدن به عملگرا شدن و در جهت کنار گذاشتن کمالگرایی. اصلا شاید بتونم بگم به موثرترین راه همین عمله. مخصوصا افرادی که اهمال کاری زیادی دارن خیلی خوبه که از این در واقع تمرین استفاده بکنن. هر زمان، حالا یه قانونی هم داریم به اسم قانون 5 ثانیه، میگه که زمانی که تصمیم گرفتی که یک کاری رو انجام بدی فقط 5 ثانیه مهلت داری که اون کارت رو عملی بکنی. یعنی گفتی که من الان میخوام مثلا از جام، مثلا صبح شده میخوای از جات بلند شی، فقط 5 ثانیه وقت داری که از جات بلند شی. میتونی تا 5 تو ذهنت بشماری و بعد باید بلند شی. اگر که این کار رو نکنی مغز ما شروع میکنه به ساختن بهانه‌ها و به ساختن یک سری فکر و ایده ها که حالا لازم نیست پاشی، حالا 5 دقیقه دیگه بخواب، حالا الان فعلا که کاری نداری برای چی حالا از جات بلند شی. شروع میکنه به این مدلی عمل کردن. اگر بتونیم این کارو انجام بدیم خیلی کمک میکنه بهمون در عملگرا شدن. مرحله چهارم ایجاد عادات کوچیک هست. ببینید فردی که کمالگرا هست دوست داره و تمایل اصلیش اینه که شروع بکنه یک کار خیلی بزرگی انجام بده. کار کوچیک اصلا به چشمش نمیاد. اما شاید بتونم بگم یک راه خیلی خیلی مؤثر در این کنار گذاشتن در واقع کمالگرایی اقدام‌های کوچیک هست.
البته این توی مرحله سوم هم تا حدی توضیحش دادیم. عادت کوچیک برای خودمون درست بکنیم و این رو تبدیل به یک روتین بکنیم. مثلا بگیم من هر روز 5 دقیقه ورزش میکنم. صبح که از خواب بیدار شدم، حتی اگر زمانش هم مشخص باشه، مثلا نگیم که فلان ساعت ها، چون اگر که یه ذره ساعتش جابجا بشه دوباره کل روزمون رو به هم میریزیم. فرق کمالگرایی معمولا این حالتیه. اما بگیم مثلا من هر زمانی که از خواب بیدار شدم 5 دقیقه به مدت 5 دقیقه ورزش میکنم، یا هر کار دیگه به مدت 5 دقیقه، مثلا یه کاری که مینویسم، مطالعه میکنم، این کار رو انجام بدیم و همون 5 دقیقه کافیه. چون معمولا ما سری جوگیر میشیم، روز اول خب حالا که حالم خوبه بذار 1 ساعت بخونم، بعد 1 ساعت میخونیم، فرداش 2 دقیقه هم نمیشینیم پای اون کتاب، ولی همون 5 دقیقه کافیه. اما این 5 دقیقه رو تکرار کنیم، مدتی تکرار، حداقل 1 ماه ما این کار رو انجام بدیم. این کار باعث میشه که اولا عادت کنیم به یک اقدامی رو انجام دادن، دوما اعتماد به نفسمون بالا میره، میفهمیم که منم میتونم یه کاری رو دائما انجام بدم و مفید هستم. سوما این کار به ما کمک میکنه، من ورزش کردم، به سلامتیم کمک کردم، مطالعه کردم، به آگاهیم کمک کردم و تمام اینا میتونه برای ما مفید باشه. میریم سراغ مرحله 5، حفظ پیشرفت. هر قدم یک پیروزیه. شاید به نظر نیاد، اما وقتی که این کار در بلند مدت انجام میشه، وقتی که یک کار کوچیک باعث میشه من انگیزه بگیرم تا کارهای بزرگتری رو انجام بدم، تمام اینها به پیشرفت من کمک میکنن و باعث میشن که من کم کم به پیروزی برسم. نتیجه گیری که در پایان این بخش میخوام بهتون بگم این جمله هستش که هیچ کس کامل نیست، اما هر قدم شما یک مسیر به سمت موفقیت. عمل کنید و بدرخشید.